توی عملیات رمضان بچه‌ها داشتن شرایط سختی رو تجربه می‌کردن. تانک‌های T-72 دشمن لحظه به لحظه به خاکریزا نزدیک می‌شدن. از اون بدتر نمی‌شد باهاشون مقابله کرد. اما یه نفر باید پیدا می‌شد تا شرایط رو تغییر بده و اون یه نفر کسی نبود جز عبدالرسول زرین. اول تیرباچی‌های روی تانک زد. بعد رفت سراغ پریسکوپ‌ها که حکم چشم غول آهنی رو داشتن. سربازای پیاده‌ای هم که اطراف تانک‌ها آروم آروم جلو می‌اومدن از شلیک‌های دقیق زرین بی بهره نموندن. دشمن که این شرایط رو دید فرار رو برقرار ترجیح داد و تعدادی از نیروهاشون از داخل تانک‌ها بیرون اومدن و شروع کردن به عقب نشینی. اون یک دفتر تو جیبش داشت و هر هدفی رو که میزد تو اون دفتر یک علامت میزد. عبدالرسول در مدت کوتاهی که تو جبهه ها بود 740 تا از نیروهای عراقی رو زده بود. با وجود اینکه فقط 4 سال فعالیت کرد.